تا حالا از خودت سوال پرسیدی چرا وسط پایتخت‌های قدرتمند دنیا یه ستون سنگی غول‌پیکر با نوک هرمی شکل ایستاده؟ در آمریکا درست وسط واشنگتن دی سی، در واتیکان جلوی کلیسای سن پیترو، در پاریس وسط میدان کنکورد، در لندن کنار رود تایمز. چی باعث شده بعد از هزاران سال نماد مصری ها امروز مهمترین نشانه در قلب قدرت‌های مدرن جهان باشه؟ خیلی‌ها میگن این فقط یه یادگاری تاریخی نیست. اوبلیسک‌ها نماد قدرتن، نمادی که ریشه در مصر باستان داره، اما امروز توسط گروه‌هایی استفاده میشه که خیلی‌ها به اسمشون حساسن، فراماسون‌ها. در مرحله اول باید به این بپردازیم که اصلاً اوبلیسک چیه؟ اوبلیسک در مصر باستان ساخته شد. ستون بلندی چهارضلعی، باریک و کشیده که در نوکش یه هرم کوچیک قرار داره. مصری‌ها میگفتن این ستون نماد پرتو خورشید رعه، یعنی خدای بزرگ خورشید، مثل خورشیدی که انگار از آسمون به زمین تابیده. اما نکته عجیب هم اینجاست، چرا نمادی که به ظاهر یک نشانه مذهبی و خورشید پرستی بوده، حالا در واتیکان قلب مسیحیت ایستاده، یا تو آمریکا مرکز سیاست‌های جهانی. چند نمونه از بزرگترین نمونه ها، یکیش اوبلیسک لکسور در پاریسه، 23 متر ارتفاع داره و مستقیم از مصر به پاریس آورده شده. یکی دیگه اوبلیسک واتیکانه، 25 متر ارتفاع، درست وسط میدان سن پیترو. اوبلیسک مونومنت در واشنگتن 169 متر ارتفاع داره، بلندترین اوبلیسک دنیاست. و اوبلیسک لندن معروف به سوزن کلئوپاترا. حالا سوال اینجاست، این ستون‌ها چه رازی دارن که رهبران مذهبی و سیاسی بزرگ دنیا چنین جای ویژه‌ای براشون انتخاب کردن؟ خیلی‌ها میگن فراماسون‌ها عاشق نمادهای مصر باستانن، چشم هورس، هرم و حالا اوبلیسک. عده‌ای میگن دلیل حضور اوبلیسک در قلب پایتخت‌ها نشون دهنده نفوذ فراماسون‌ها در سیاست مدرن. واتیکان، آمریکا، اروپا، همه جا رد پایی یک نماد مشترک. یه نظریه عجیب‌تر میگه اوبلیسک‌ها مثل آنتنای غول‌پیکر عمل میکنن. شکل کشیده و نوک هرمیشون باعث میشه انرژی زمین و فضا رو متمرکز کنن. فراماسون‌ها ازش به عنوان کانال انرژی برای ارتباط با جهان ناشناخته یا حتی کنترل ذهن جمعی مردم استفاده میکنن. حالا این واقعیت یا تخیل هنوز کسی نمیدونه. بعضی‌ها میگن اوبلیسک در اصل نماد باروری و قدرت مردانه در مصر باستان بوده. حالا وقتی این ستون در واتیکان نصب میشه، خیلی‌ها به شوخی و جدی میگن چطور قلب مسیحیت یک نماد بت‌پرستی مصری رو برای خودش انتخاب کرده. این خودش میلیون‌ها تئوری ساخته، از تسلط ماسونی بر کلیسا گرفته تا ادغام دین‌ها در یک سمبل مشترک. اوبلیسک واشنگتن نه 10 متر نه 20 متر بلکه 169 متر ارتفاع داره. بیش از 36,000 سنگ گرانیت برای ساختش استفاده شده. خیلی‌ها میگن این برج عمدن ساخته شد تا بزرگترین اوبلیسک تاریخ باشه، نماد این که آمریکا وارث تمدن قدیم مصر و نیروهای کنترل جهانیه. تا اینجای ویدیو درباره راز عجیب این ستون‌ها و ارتباطشون با فراماسونری شنیدی. اگه تو همین لحظه مغزت پر از سوال شده و گیج شدی که واقعاً پشت این همه اوبلیسک چی میگذره، دمت گرم. همین الان یه لایک بزن، چون ادامه داستان حتی عجیب‌تر هم هست. سوال بزرگتر اینه، چرا رهبران سیاسی و مذهبی به جای طراحی مدرن یا نمادهای ملی میان سراغ یه ستون مصری باستانی که هزاران سال قدمت داره؟ بعضی‌ها جواب میدن چون این نماد قدرت جهانه. هر کس صاحب اوبلیسک صاحب آینده هم هست. فراماسون‌ها میگن نمادهای قبلی باید جلوی چشم ملت تکرار بشن تا ناخودآگاه مردم باهاش پیوند بخوره. یعنی وقتی شما هر روز از کنار اوبلیسک رد میشی، حتی بدون اینکه بفهمی، ذهنت به نمادی که قدرت براش قائل شدن شرطی میشه. اوبلیسک فقط توی شهرها نیستن، توی خیلی از فیلم‌ها و بازی‌ها هم نمایش داده میشن. از اساسین کرید گرفته تا فیلم‌های ایلومیناتی. این خودش یه جور بازی ذهنیه. نماد رو در فرهنگ عمومی تکرار کن تا مخاطب بیشتر درگیرش بشه. اینجا جاییه که ذهن‌ها قفل میشه. آیا اوبلیسک‌ها فقط یادگاری تاریخی از مصر باستانن که به خاطر زیباییشون به شهرهای مدرن رسیدن، یا اینکه واقعا دستای پشت پرده‌ای هست که عمدن این نماد رو وارد قلب سیاست و مذهب کرده؟ هیچکس جواب قطعی نداره، اما یک چیز واضحه، وقتی از واتیکان تا واشنگتن، از مصر تا لندن، همه یک نماد مشترک دارن، یعنی ستون ساده چیزی بیش از یک سنگ تاریخی بوده. اوبلیسک‌ها نماد باستانی هستند که امروز قلب بزرگترین مراکز مذهبی و سیاسی جهان رو اشغال کردند. برای بعضی‌ها فقط میراث معماریه،
برای بعضی ها هم نشانه ای از نفوذ فراماسونری و انجمن‌های پنهانی. حالا وقتش تو بگی، فکر میکنی حضور این ستون‌های شبیه هرم در قلب قدرت‌های جهان فقط یه تصادف تاریخی بوده یا واقعا بخشی از یه نقشه بزرگه؟ توی کامنت نظرتو برام بنویس و سابسکرایب کن عجیبستان رو، چون تازه اول راه رمزگشایی از نمادهای پنهان دنیا هستیم. اگه لایک نکردی یه لایکم بزن و اگه از این ویدیو خوشت اومد 2 ویدیو هم روی صفحه بهت نمایش دادم، اونها رو هم میتونی ببینی و لذت ببری. تا ویدیوی بعدی، بدرود رفیق عجیبستانی من.